تا حالا از خودتون پرسیدید که چرا تمام کشورهای عربی که همه نفخیز و پولدار و ماشینای فراری و لامبورگینی سوارن و دین اسلام مال اوناست، چرا روزه خون ندارن؟ چرا منبر ندارن؟ چرا هر سر هر چهارراشون یه دونه جعبه صدقه نذاشتن که از مردم گدایی میکنن؟ چرا 124,000 تا سر هر کجا که میری، دهاتی که میری، یه امامزاده درست کردن که مردم بغلش هم یه جعبه درست کردن برن اون تو پول بندازن؟ هنوز ملت ما این کارا رو میکنن که خود اسلام، خود عرب این کارا رو نمیکنه. آخوند برای چی این کارا رو میکنه؟ به خاطر اینکه تنها جایی که میتونه زندگی کنه، دزدی کنه، حق مردم رو بخوره و قتل بکنه ایرانه. چرا؟ شما ببینید هنوز بعد از تمام این کشتارا اگر یه جا برن بالای منبر 2 تا روزه بخونن، همه شروع میکنن گریه کردن. بس حق دارن که مال ما رو بخورن، بچه هامون رو بکشن. بیدار شید ملت بیچاره بدبخت. شماها به اینا رسوندید، اینا رو شما بالو پر دادید. اینا با خرافاتشون، شما خرافات اینا رو قبول کردید، شما دین مسخره اینا رو قبول کردید. اینا قاتلن، اینا دزدن، اینا کشور نفتخیز ما رو به گدایی انداختن. ملت ما از گشنگی دارن میمیرن، اینا هنوز دارن روزه میخونن.